تو بمیرید تنگ ورودی دلار خیلی رفت بالا. پکر کلکره رو کشیدم پایین، در دکون رو بستم، اومدم تو حسینیه ته کوچه‌مون بس نشستم. گفتم اوسکرین نوکرتم، جوونا غمگینن، افسردن، خیلی خستن، همشون زانوی غم بغل کردن، دست تو دست نشستن. اینا جوانای نسل سوخته هستن چون همه درا رو روشون بستن. یهو عمو حسن گفت من کلیدساز هستم، همه درا رو خودم بستم. گفتم حسن بیاد بر دستم، تا بمیری. عمو حسن اومد نشست بر دستم. گفتم حسن دستای پرایدم عقب افتاده، اجاره خونه ها بالاست، منم که مستاجر هستم، جوونا بیکارن. البته بگم همشون لیسانسه هستن، فقط به این $3 یارانه که میدید دل بستن. خلاصه اوضاع بیریخته، زندگیام داغونه. عمو حسن فقط داشت میخندید، فکر میکرد من انگلیسی هستم. خلاصه این ور اون ور استکان چای رو رفتیم بالا، خورد. گفتم عمو حسن قرارداد خزر و موشک و پوشک و فیلترینگ و همه رو نوشتیم، زدیم برجک و ستون و شیشه و لوستر برجام رو شکستیم، در کارخونه ها رو بستیم، رکورد تورم رو زدیم، کمر تولید رو شکستیم، ولی چرا هنوز تنگه رو نرستیم؟ یهو عمو حسن حق کرد، گرخیدم، راستیتش خیلی ترسیدم. گفتم من سیاسی نیستم، من تولید کنندم، خیر سرم کارآفرینم. آقا خودش میدونه، فقط یخت هنری هم. اصلا من مال این حرفا نیستم، اصلا عددی نیستم، من مستم، همه حرفام خالی بستن. راستیتش مردم خودشون دزدن، الفبه و جیمودال اختلاس میکنن، مسئولین بیگناه هستن، فقط همین یهو یک سر و کلمیزونه اینجوریه اومد پشت ما، دستشو گذاشت رو شونم و مالید. یهو نفهمیدم چطور شد 1 2 3 4 5 پریدم از جام، زیپ دهنم و بستم، ترسیدم، فلنگو بستم. آخه یارو کم بود کار بده دستم. آره واردی که. خلاصه دلخور اومدم تو سینما نشستم به وقت شام رو ببینم، دیدم صندلی ها خالیان، انتحاری زدن، پرده رو سوزوندن، قلب بهمن مفید و بهروز وثوق رو شکوندن، چشای فرمون خان رو بستن. خلاصه غمگین یهو از خواب جستن. حالا حسن نیست بر دستم، اصلا حسنی نیست بر دستم. یادم افتاد عمری دشمنمون هم خسته است، فقط دنبال یه تفرقه است، گرونی و اختلاس و موشک و پوشک همش شایع است. دومندش این یه اتود بازیگری با یه موبایل ساده است.